دقت کنید هر لایه رو که میذاریم باید بذاریم یه مقدار خشک بشه. لایه بعد رو با رنگ غلیظ‌تر میذاریم از لبه ها و کمتر نزدیک میشیم. همونطور مثل مرحله قبل براشمون رو میشوریم، خشک میکنیم و لبه هاش رو محو میکنیم. اجازه میدیم که یه مقدار رنگ روی سطح قبلیمون بیاد. رنگ رو غلیظ میذاریم. میتونیم از شیب دادن استفاده کنیم تا رنگ یک نواختر و یک دستری توی سطحمون داشته باشیم. همونطور که میدونید برای جسمای ما سایه پشتش میافته. سایه رو با دقت کار میکنیم، خیلی بزرگ نمیکشیم. نور از بالا و سمت راست میفته، سمت چپ سایه کوچیکتر و تیره تر. یه مقدار سایه پشت کورمون رو قوی تر میکنیم. از رنگ غلیظ‌تر استفاده میکنم. لبه ها رو حتما با قلموی تمیز و خشک منظور اینه که آبش رو کامل بگیرید، نه اینکه خشک باشه. لبه ها رو محو میکنیم که کار تمیز و یک دست باشه و رد آب هم روی کارمون نیفته. به آرومی سایه ها رو در هم محو میکنیم. روشنایی رو نگه میداریم. این تمرین خیلی مهمیه. یکی از تکنیک های مهم آبرنگه که ما باید خوب بلدش باشیم برای حجم دهی و سایه. تو مراحل بعدی خیلی به دردمون میخوره. برای کشیدن قطره هم از یه رنگ دیگه استفاده میکنم. سطح کارم رو خیس میکنم، از مرزها میزنم بیرون. زمینه رو با یه رنگ خیلی کم رنگ میکنم. یه مقدار جای نور نگه میدارم. برای کشیدن قطره فقط لبه ها رو رنگ میکنیم. نور رو کامل منعکس میکنه، پس خود قطره زیاد رنگ نداره. کناره ها سایه به خاطر سایه است. سایه اطراف، سایه زمینه
رنگ غلیظمون رو میذاریم و لبه هاش رو آروم محو میکنیم تا به حالت کمرنگ تر توی سطح قطرمون بچه جسم‌های شفاف مثل قطره سایه‌شون برعکس میفته. چون زیرش میفته لبه زیری هم از این سمت سایه داره و اینجوری حجم قطره و برجستگیش رو میتونیم نشون بدیم. لبه ها رو یه باریک رنگ میذاریم. همینطور که میبینید سایه به این ور میفته.